همه افغانستان در شب و روز خوشحال بودن، همه عطن میکردن، همه قرصک میکردن، همه میرقصیدن، همه میخواندن و همه خوشحال بودن. لشکری صاحب ما در امروز بودم، مردم امروز بسیار شوخ هستند. خب بالاخره قسم دادمشانه که ویدیو نگیرن دیگه. خوب یک دو دانه جنرال فراری افغانستان به نام جنرال سمیع سادات و جنرال خوشحال سادات چقدر ترسانده شما را، شمایی که در افغانستان هستید عالی حکومت میکنید جنرال صاحب. چیز امکانات 85 میلیارد دلار امکانات داشتی، رهبری داشتی، هر چیز داشتی در دست تو بود. امروز از این نظامی که تو مینالی خو این نظام خو با مصطلح ساده بگیم از بی‌غیرتی شما آمدن. گفتید که تا هنوز موفق به دیدن رهبر گروه طالبان نشدید، آقای ملا هیبت الله. ندیدم متاسفانه و خواهشم است، کارمانم است که ببینیم. اما مطمئن هستید که یک کس به نام ملا هیبت الله هست دیگه انشاءالله؟ لشکری صاحب حال کوشش کو که بر ما کدام دوسیه جور نکنی، همین سوالای بسیار سخت نکو. خیر است، شما خاص کشور بیرون هستین. چه کسی با شما مشکل داره؟ شما را چه کسی دوست نداره؟ چه خطری شما را تهدید میکنه جناب صاحب؟ ای که شهرت دارم، شهرت برای ما بد شده، همیش یا رئیس زندان میشم یا اخطار میخورم یا مشکل، شاید مشکلات بسیار میبود، شاید ما در کشور نمیبودم. خب اگر کشور اعلا کنم کجا برم؟ شاید از این که زیاد بی‌عزت شوم. ما یک افغان هستم، مرا در آغوشتان بگیرین، درد دیدین، خیر است، مرا دیگه جور نتین. خیتنا نام ها فرق کرده دیگه، این طالبان هم چندان فرقی که دزدای جمهوریت نداره. بگذار مرا، بگذار لشکری صاحب که درد خودمت تیر کنم. خیر. در این پنجشنبه شب ساعت 19:30 به وقت کابل، ساعت 16 به وقت اروپای مرکزی و ساعت 12:30 به وقت امریکا.